توی مونتاژ دمونتاژ باز کامل بهتون میگم. فن رو آوردیم بیرون. حالا که فن رو آوردیم بیرون یه همچین نقشه‌ای داره. این نقشه ها رو من از تو اینترنت گیر آوردم بچه‌ها، از تو سایت ها میگردم، با تجربه درسی که داریم این نقشه ها رو در واقع از تو گوگل پیدا میکنم مربوط به فن اواپوراتور یا کندنسور، اینجا میذارم که نقشه خونی فن‌های مختلف رو شما یاد بگیرید. زمانی که ما میخوایم یه فن رو بیایم با برق مستقیم تست کنیم، اول دنبال 2 سیمی میگردیم که به خازن میخواد متصل بشه. ببینید اینجا این نقش، توی این نقشه این خازنمونه. خازن چند میخوره؟ 1.8 میکروفاراد. حالا نداشتین 2 میکروفاراد هم انداختین اوکیه، ولی دیگه خازن 10 میکروفاراد و نمیدونم 20 میکروفاراد و اینا براش نمیندازین. یه خازن 2 میکروفارادی براش بندازین اوکیه. یه سیم از اینجا اومده به یه سر خازن وصل شده، یه سیم دیگه از اینجا اگر دنبال کنی اومده اینجا به یه سر دیگه خازن وصل شده. اینجا نوشته OR. OR مخفف اورنج به معنای نارنجی. اوکی، اینا رو دوستانی که حالا سطح سوادشون کمتره توی دفترشون بنویسن که بعدن که حالا توی بازار دیدن بدونن که OR مخفف نارنجیه. هر جا OR دیدین یعنی اورنج به معنای